فکر میکنیم که امروز اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم یه چند تا بیسکویت رو با هم تست بکنیم. بذار یکی جواب بده. نمیشه از اول کامنت ها بنویسیم چی بنویسیم؟ که ما اول اومدیم چیکار کنیم بعد ما ادامه ویدیومون رو شاید از رو کاور فهمیده باشید. از تایم دیدیم تو یوتیوب همه دارن این سری مواد خوراکی تست میکنن. گفتم خب ما چرا تست نکنیم؟ یه سری مواد خوراکی میخورم. نه خب ما چرا تست نکنیم؟ ما چیزمون کمتر از اون به هست. خدا ما تو دیست بیشتر از اون هست. خیلی بیشتر داریم و آدم مناسب تری هست واسه که قضاوت بکنیم مواد خوراکی کدوم بهتره یا کدوم بدتره. حالا یه سری بیسکویت آوردیم تو این قسمت. قرار بیسکویت ها رو با هم مقایسه بکنیم. 4 تا بیسکویت خارجیه، 4 تا بیسکویت ایرانیه. قصدمون نیست که مثلا بگیم کدوم بهتره. اومدیم ببینیم که واقعا ایرانیه بهتره یا خارجیه. قصدمون نیست که مثلا بگیم کدوم بهتره. حالا دقیقاً عین خودش رو پیدا نکردیم و مشابهش رو سعی کردیم. هرچند که هنوز یک بیسکویت در این مجموعه خیلی شک برانگیز چون بیسکویت نیست و این آقا قبول نمیکنه. من اونو میخواستم تو یه دونه جشنواره دیگه از بیسکویت ها و کراکر ها بذارم ولی خب فعلا حالا ببینیم. من چیزی که به نظرم شبیه بیسکویته و لاش یه کرمه به احتمال 99% شیرینه، خب بیسکویت حساب میشه. من حس میکنم پنیریه. نظر من اینه. یعنی شما میگی الان اون شوره اصلا. یعنی کلا شور. الان ما چرا راجع به چیزی که نشون ندیم داریم صحبت میکنیم؟ سر خودش صحبت من اصلا اشتباه کردم شروع کردم. اوکی. ببینیم سر. خب 2 تا بیسکویت اول که با هم دیگه تست بکنیم. بیسکویت هایبای چیکو میکو. کجایی هست؟ اونجوری گیر نده. ترک باید. بیسکویت ترکیه. از لحاظ بسته‌بندی خب مسلماً هایبای بسته‌بندی معمولی داره. نه این واقعا هم خوش رنگه هم که خوشگله. برم تو فروشگاه اینو انتخاب میکنم. آره خب واقعا جذاب. اگه چیزی تو ذهنم نباشه قطعا اونو بریم تستش کنیم. من دارم به بیسکویت میدم. نمیتونم ثبت کنم. مزه قهوهش کمه. بعد حس میکنم قبلا خوشمزه تر بود. با اینکه مثلا زده روش قهوه مزه قهوهش کمتره. دوست دارم مثلا بینش یه چیز نرم باشه. خرد آره یه هم از حالت شیکری زیر دندون داره. آره. من خوشم نمیاد. شیرینیش خوبه دل آدمو نمیزنه ها. خب تو نمیتونی اینو بگی. با همدیگه نمره میدیم که رو نظر همدیگه اثر نداره. 6. اون بیسکویت محبوبم بود ولی واقعا من 5. چیکو میکوی ترک. با طعم توت 5. این قسمت خارجی برنده میشه یا ایرانی؟ خوشگله. واقعا با توت فرنگی میده. مثلا من این تست کنیم. بر من سوراخ بود. خالیه واسه تو. همین برای من خالیه. واسه من کرم داره همش. شاید این ناراحتی کرم ندارم. ناراحتی بابا. آخه یه چکش ناراحته. نسبت به هایوای واقعا ترک‌تر. دونه های شکر نداره. طعم توت فرنگیش خیلی خوبه. طعم توت فرنگیش خیلی خوشمزه است. نمره بدیم. از 10 به این من 8 میدم. بعد میدونی معمولا چیزایی که طعم توت فرنگی میده بوی طعم مثلا دارو میده. آره. شربت سینه. اصلا واقعا طعم توت فرنگی خوشمزه داره. اصلا شبیه شربت سینه نیست. بریم بعد 2 تا بعدی. آره. این همون محصولیه که من داشتم راجعش صحبت می‌کردم. روش نوشته دقیقاً کراکر. البته همونطوری که ما مثلا بیسکویت تردو میگیم بیسکویت، خب به این هم میشه گفت بیسکویت.
خب بچه ها ما تا آخر این ویدیو ضبط کرده بودیم، ضبط کرد تو ذهنمون یعنی ضبط شده بود، همه بیسکویت ها رو تست کردیم، باز کردیم، ولی خب صحبت کرده بودیم، چقدر تصمیم گیری کرده بودیم، به نتیجه رسیده بودیم، چقدر براتون راهکار گذاشتیم چی بخریم چی نخریم. بعد که کار تموم شد رفتیم دیدیم متاسفانه فقط دو تا بیسکویت اول تست کرده بودیم و ضبط شده بود. الان دوباره از اول به خاطر شما باید تست کنیم. اشکال نداره. به خاطر شما ها. واقعا ما اینجوری نیستیم، نمیتونیم بخوریم. بیسکویت بعدی شیرین عسل. به خدا اینو تست کرده بود. نه الان نباید چیزی بگی بچه‌ها. بیسکویت بعدی بیسکویت شیرین عسله. تیست ایت. اسمش تیست ایت. از لحاظ شکل و ظاهر بخوام بگم نسبت به بیسکویت چیزی میزی اگه میشه اسم اینو به ما واقعا بگی. چیزی ویس اوکی مهم نیستش. از لحاظ بسته بندی تو به کدوم نمره میدیم؟ بسته بندی اینجوری هست که بخوام اگه تست نکرده باشم برش دارم دوباره. یعنی تو تست کردی نمیخوای برش داری؟ چرا زودتر داری قضاوت میکنی؟ نه ما تست نکردیم. سعی کنید بچه هیچ موقع هیچ چیز رو قضاوت نکنید. بریم برای تستش. این شکل ظاهریش دقیقاً بیسکویت مادر کلا شده. هیچ فرقی تفاوتی نداره. فقط به خدا اونو بده. بوشم واقعا دوست ندارم. حالا نکش دیگه فهمیدی. بوشم واقعا دوست ندارم. خدا نشده به خدا چرا دارم دوباره می‌کنم واقعا. چه نمره‌ای میدی به؟ 4 من 5 میدم. اینو خوردم دیگه چرا دوری؟ ما که گفتیم ضبط کردیم. ما ضبط کردیم اینم که خوردیم. خب خیلی خوب بود. نه بیا تست کنیم. نه تست می‌کنیم. نه قطعا اینو باید تست بکنیم. ولی این واقعا این بیسکویت نیست برای من. یه سری مثلا یه حالت برای من بیسکویته دلیل نمیشه. حالا چیز که کم بخوری یه خورده حالت شوره ولی اصلا کیک نیست. از لحاظ ظاهر دقیقاً بیسکویت‌های ترد ایرانیه که لاش یه لایه پنیر گذاشتن. خیلی خوش بود. عطر پنیرش واقعا خوبه. واقعا بیسکویتی که هر چقدر بخوری دلت نمی‌کنه. مثل پفک. مزه پفک واقعا. واقعا یه تشیرینی داره ها. اینگاه پفک داری میخوری ها. پنیرش که پنیر پفک پنیر داره دیگه. نه خب حالا اون کارم ولی یکم شیرینی خیلی خیلی کم ترش داره. مثلا به ما شیرین خانه نمیتونید با چای بخورید اصلا. 9.75 من 8 میدم بهش. خب دو تا بیسکویت بعدی که میخوایم تست کنیم واسهتون بیسکوباتس ویتانای گروه زره او که از لحاظ بسته بندی واقعا بسته جذاب و شیکی داره. واقعا قشنگه. بیسکویت بعدیمون متاسفانه اکرام از همون شرکت قبلی است. دوباره از شرکت قبلی ترک و اینکه زده شکلاتی. اکرام زده شکلات. اول بیسکوبات رو تست می‌کنیم با هم دیگه. بیسکوبات اومده از اورئو یه کپی بزنه و به نظر من از اورئو خوشمزه تره. از لحاظ شکل و ظاهر چیز خاصی نداره. یه بیسکویت خیلی تیره قهوه‌ای، یه عطری انگار مثلا تلخ شیرینه. میدونی چی میگم؟ مثلا تست کنیم. خیلی سفته بیسکویتش به نظر من. دندون رو یه مقدار درد میاره. درسته بیسکویت باید سفت باشه، اون حالت تردی بیسکویت داشته باشه. مثلا اون نوع بیسکویت مدلش هم. من قبلا بیسکویت آنتا آها اون چیزا کاکائوی مستطیلاتی خیلی مزه اونو میده. نه این خوشمزه تر هست ولی مزه اونو داره. 8 واقعا هنوز برای من از بیسکویت ایرانی خیلی بیسکویت متفاوت تره. من 7 میدم بهش. و اما اکرام خدا ازت. از لحاظ
مثل قبلیه است، انگار مثلا یه حالت ترشی شوری داره. واقعا هیچ حرف واسه گفتن نداره. یعنی اگر نبود هیچ از دنیای بیسکویت و تنقلات و شیرینی‌جات یعنی واقعا ساق طلای دهیش می‌ریزن. اینو نخرید. مهمه. این شرکت رو رفتید دیدید نخرید. میدونی آخه ببین آدم با تکلیفش مشخص باشه دیگه، یا بیسکویتی یا نیستی، نون جویی یا کرم داری یا کرم نداری، یا کاکائویی یا فندقی. ببین مثلا یه چیز بتونی بگید من وای تشخیص میدم این الان آخ چون بیسکویت مثلا بریم آخ بیسکویت شکلاتی بخریم، میره فروشگاه اینو برمی‌داری میره خونه مثلا روش می‌خوای خدا بخوری، وکیلی یه جوری که مثلا خودم دوست داره بخوره نگاش می‌کنی واقعا شکلات نیست. کرمش هم هیچ تکلیف خاصی نداره، یعنی نه فندقه نه شکلات نه یه چیز زدن لاش خالی نباشه، قهوه نه کاپو، هیچ مثلا آره تست خاصی رو بهت نمیده. یه بیسکویته گشنتون شد هیچی نبود میتونی بخوری. 4. منم 4. خب 2 تا بیسکویت آخرمون بیسکویت نیکاس از شرکت ویتانا و بیسکویت بیسکولاته با طعم کارامل ماکیاتو. این بیسکویت در طراحی واقعا منحصر به فرده، از لحاظ بسته‌بندی واقعا بسته‌بندی خوشگله، شخصیت داده به کارش، به اون شرکتش، به اون بیسکویتش. از لحاظ شکل دقیقاً همونه که رو جعبشه، برعکس بستنی عروسکی. یعنی این شرکت اومده یه بستنی تولید کرده که اگه میخواست واقعا مثل خودش رو تولید نکنه سخت‌تر بود. مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم. اوکی الان ولی این نه. عروسکی چی کار هستی مثلا؟ اگه دوست داشته تو کامنت ها بنویسید، ما با بستنی رو بیاد تست کنیم. بسته‌بندیشو زیاد دوست ندارم. مشکل همه بیسکویت‌های ایرانی اینه که اون دونه‌های شکر داخلش واقعا به چشم میاد. به چشم که نه، زیر دندون منظورم. خیلی قلب حلوی بستنی نمیشه دیگه. انقدر نیاز نبود برای که نیست. من 6.5 بهش میدم. 5. و با شخصیت ترین بیسکویت این قسمت بیسکولاته، یعنی انگار بین اینا کت شلوار واقعا نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، نگاه باعت مردم، خشم میندازه قلبو. چرا بیسکویت هایی که من برمیدارم همه سوراخن؟ واسه منم سوراخ حالا. نه حالا مهم نیست چیه. سوراخ نیست. آره. بریم تست کنیم. واقعا خوشمزه. واقعا انگار آشینا میخوره. واقعا. با اینکه من این همه بیسکویت خوردم ولی واقعا دوست دارم بخورم. یعنی تا اینجا هم خاطر شما پیش اومدم. من تو زندگیم اینقدر بیسکویت واسم نخوردم. 8. بریم به این جهمندی برسیم. خب به نظر من بیایم بیسکویت‌های ایرانی رو با خارجی سوا بکنیم. اول یه ردبندی داشته باشیم تو بیسکویت‌های ایرانی. تو نمی‌تونی حق انتخاب بدی وقتی سوا کردی. نه یه ردبندی داشته باشیم تو بیسکویت‌های ایرانی، ببینیم که ایرانی‌ها تو ایرانی کدوم مثلا بهتره، تو خارجی از کدوم بهتره. اصلا تو خارجی که همشون ترک شدن متاسفانه، یه مقایسه شده بین بیسکویت‌های ایرانی و بیسکویت‌های ترکی. به نظر من بیسکوبات ایرانی‌ها در رتبه اوله. موافقم. بیسکویت نیکا دومه، های بای سوم و مادر شکلات بیسکویت چهارم. الان همینه. ولی خب اول من همینه هستم. خب تو این خارجی چی؟ تو خارجی ها قطع به یقین که من تعلق میگیره به بیسکویت. من توت فرنگی میذارم چون واقعا اصل خوب توت فرنگی همه چیز خوب بود. چیکو میکاره بعدش چیکو
خب بعد بیسکویت بعد دیگه ناچارم اگه چیزی نباشه از بازمون ببینم. یعنی اونو میزنی یک تو. بله. خب الان شما وقتی رفتید ترکیه این تو ذهنتون بسپارید. مغازه هایی که این اگه مغازه هایی هم دیدید که اینو میفروشن مغازه رو آتش بزنید. این نباید برسه ایران. این واقعا بیسکویت خوبی نیستش. من از چیزایی که تکلیفشون معلوم نیست خوشم نمیاد. یعنی مثلا دوست دارم تکلیف نداره. دوست دارم که تکلیف اون قضیه معلوم باشه که این چه نوع بیسکویتیه، چه نوع مثلا اصلا چی رو میخواد برسونه. آفرین برای چی تولید شدی. اینو باید بگید. میخوای دسر بشی، میخوای چاش بشی، اصلا بخورنه. چاشت چاشت بشی. آره. میخوای چی؟ چاشت بشی. میخوای با بچه ها بری مدرسه، میخوای بیای تو دسر، میخوای چی هستی؟ تکلیف هستی بیسکویتیه که هست. آره. فقط لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم حتما روشن بکنید. ما قول میدیم بهتون که هفته یک بار ان شاءالله واسهتون ویدیو بذاریم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین، لایک کنین، برامون کامنت بذارین، حتی تو کامنت ها بگید که دوست دارید چیا تست کنیم، کجاها بریم که همون چیزی که قبلا گفتیم و قرار گذاشتیم. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.